بچه‌ها آماده اید بریم تو دل سیاه ترین و واقعی ترین داستان مافیایی که آمریکا تا حالا دیده؟ یه داستان که سریال سوپرانو فقط یه سایه کمرنگش بود. تصور کن سال 1964 یه میکروفون مخفی تو دفتر یه مرد تو نیوجرسی کار گذاشته شده. مردی که همه ازش میترسن ولی خودش داره تو تلفن به منشیش میگه من شبا خواب میبینم مادرم داره میمیره. بعد با وحشت از خواب میپرم. عرق سرد میریزن، قلبم داره میتره که نمیتونم نفس بکشم. این مرد کیه؟ سیمون دکاوالکانته، ملقب به سم لوله‌کش، رئیس واقعی مافیای نیوجرسی، مردی که 5 خانواده نیویورک هم بهش احترام میذاشتن ولی خودش داشت از حمله پنیک میمرد. دقیقاً همون چیزی که تونی سوپرانو تو سریال داشت، ولی این یکی واقعی بود، واقعی تر از هر چیزی که تا حالا شنیدید. اینجا دیگه بازی نیست، اینجا خون واقعی ریخته شده، آدمای واقعی دفن شدن و خیانت واقعی اتفاق افتاده. بشینید چون تا آخر این ویدیو پلکم نمیزنید، چون این داستان خانواده دکاوالکانته واقعی ترین سوپرانو هاست. بریم عقب‌تر. سالهای 1930 تو ریبرا سیسیل یه جوون به اسم فیلیپو آماری میگن برو آمریکا دنبال یه زندگی بهتر. میاد نیوجرسی، شروع میکنه کار تو بازار ماهی، ولی خیلی زود میفهمه پول واقعی جای دیگه است. با گاسپار دکاوالکانته دوست میشه و با هم یه گروه کوچیک درست میکنن که بعداً میشه خانواده دکاوالکانته. این خانواده هیچ وقت جزو 5 خانواده بزرگ نیویورک نبود، همیشه یه جورایی بیرون حلقه بود، ولی همین باعث شد بتونه بدون اینکه کسی خیلی حواسش باشه پولدار بشه. کنترل بندر الیزابت، پورنو، قمار، ساخت و ساز، رشوه، همه دست اینا بود. سال 1957 نیک دالمور میمیره، سم دکاوالکانته میشه رئیس. سم مرد باهوشی بود، کت شلوار گرون میپوشید، حرف زدنش آروم بود، ولی وقتی عصبانی میشد همه میفهمیدن یعنی یکی قرار غیبش بزنه. تو نوارای FBI صداش ضبط شده که میگه من از این اردکا متنفرم، وقتی میان تو استخر خونم دلم میخواد جیغ بزنم. یا میگه مادرم تو خواب میاد سراغم میگه تو پسر بدی شدی، دقیقاً مثل تونی سوپرانو. سم حتی یه بار به منشیش گفته بود من رئیسم، همه ازم میترسن، ولی خودم هر شب با ترس میخوابم. سم سال 1980 بازنشسته میشه، میره فلوریدا. جیووانی ریگی ملقب به جان اوکاب میشه رئیس. جان ریگی مردی بود که هیچ وقت نمیخندید، همیشه اخم داشت، یه چشمش کوچیکتر از اون یکی بود. همه میگفتن وقتی اون چشمو تنگ میکنه یعنی یکی قراره بمیره. ریگی خانواده رو خیلی قوی کرد. پول ساخت و ساز دستش بود، اتحادیه کارگری دستش بود، حتی پورنوگرافی نیویورک 90% دست دکاوالکانته بود. ولی سال 1989 ریگی میره زندان به خاطر رشوه و اخاذی. اینجا داستان جالب میشه. ریگی تو زندان یک کمیته 3 نفره درست میکنه. وینسنت پالرمو ملقب به وینی اوشن، جیرولامو پالرمو و چارلز ماجوری. وینی اوشن دقیقاً تونی سوپرانوی واقعی بود. صاحب یه استریپ کلاب به اسم ویگلز بود، درست مثل بادابینگ. زن داشت، بچه داشت، ولی عاشق یکی از دخترای کلابش بود، درست مثل تونی. ماشین کادیلاک سوار میشد، کت شلوار مشکی همیشه تنش بود، موهاشو عقب میزد، دقیقاً مثل جیمز گاندولفینی. وینی اوشن خیلی باهوش بود، خیلی زود همه قدرت رو گرفت. ولی چارلز ماجوری عصبانی بود چرا اون رئیس نشد. تصمیم گرفت هر دو پالرمو رو بزنه خودش بشه رئیس، ولی نقشه لو رفت. وینی اول جان داماتو رئیس موقت رو زد. چرا؟ چون شنیده بود داماتو همجنسگراست و تو کلاب با مردا بوده. گفت تو مافیا این کار کثیفه. بعد رفت سراغ ماجوری، ولی ماجوری زنده موند. سال 1999 یه چیزی اتفاق افتاد که کل خانواده رو نابود کرد. وینی اوشن تو با دوست دخترش تو ماشین بود، یهو 2 تا نقابدار میان شیشه رو میشکنن، به دوست دخترش شلیک میکنن، ولی وینی زنده میمونه. میفهمه این کار خودیا بوده. ترسید، رفت پیش FBI، همه چیزو لو داد. بیشتر از 50 نفر دستگیر شدن. ریگی تو زندان مون تا مرد. وینی رفت تو برنامه حفاظت شاهدان، الان جایی تو آمریکا با اسم جدید زندگی میکنه. ولی داستان تموم نشده. فرانچسکو گواراچی از سیسیل اومده بود ریبرا، همون شهر سم دکاوالکانته. ریگی اونو ساخته بود جای قاتل که پلاک ماشین رو اشتباه خونده بود و یه بیگناه رو زده بود.
گواراچی شد رئیس موقت. هنوزم میگن زنده است. هنوزم یه گوشه تو نیوجرسی داره نفس میکشه. آخرین رئیس واقعی این خانواده. حالا بریم سراغ قتل‌های معروف. یه بار یکی به اسم لوئیس لاروسی، بهش میگن لویی چاقو، چون یکی رو با 40 ضربه چاقو زده بود. لاروسی قاتل اصلی خانواده بود. سال 1991 وینی بهش گفت برو بزن فرانکو داماتو. داماتو رئیس موقت بود. لاروسی رفت تو ماشین داماتو، نشست پشت سرش. وقتی داماتو سوار شد 3 تا گلوله تو سرش خالی کرد. بعد گفت کار تموم شد. یه قتل دیگه. ویلیام دلمور نوه نیک دلمور بود. فکر میکرد حقش رئیس بشه. وینی گفت این داره زیادی حرف میزنه. لاروسی رفت خونه دلمور، وقتی داشت از خونه میومد بیرون زد بهش. ولی اشتباه کرد. یه زن بیگناه هم تو ماشین بود، اونم مرد. وینی عصبانی شد، گفت چرا زن رو زدی؟ لاروسی گفت رئیس من چشام بد دید. داستان فرد نیو میجوری رو شنیدید؟ فرد نیو سال 1989 با دوستش داشت میرفت خونه، یهو یه ون سفید جلوشون رو گرفت. 4 نفر نقابدار پیاده شدن با شاتگان و یوزی زدن تو هر دو. دوستش همونجا مرد. فرد نیو تا بیمارستان دوید ولی مرد. میگن کار ریگی بود چون فرد نیو داشت با گامبینوها حرف میزد. یه داستان دیگه که مو به تن آدم سیخ میکنه، سال 1970 سم دکاوالکانته تو نوار FBI میگه من دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم، همه دارن بهم دروغ میگن، حتی خانواده خودم. دقیقاً مثل تونی که به دکتر ملفی میگه همه بهم دروغ میگن. این خانواده هیچ وقت بزرگ نبود. حد اکثر 70 تا عضو رسمی داشت. ولی همینقدر کوچیک بودن باعث شد FBI نتونه راحت نفوذ کنه. تا اینکه سال 2000 عملیات بزرگ رو انداختن. بیشتر از 120 نوار صوتی داشتن. وینی اوشن، استفانو ویتابیله، جوزف ماسینو همه لو دادن. الان خانواده دکاوالکانته تقریباً تموم شده. چند تا پیرمرد مونده که هنوز تو الیزابت قمارخونه دارن، ولی دیگه اون قدرت سابق رو ندارن. 5 خانواده نیویورک هنوزم بهشون میگن اون بچه‌های نیوجرسی. ولی یه چیزی بگم. هر بار که سوپرانو نگاه میکنی یادت باشه تونی سوپرانوی واقعی وینی اوشن بود که الان با اسم جدید جای زندگی میکنه. سیلوای واقعی استفانو ویتابیله بود که لو داد. پالی والتر واقعی چارلز ماجوری بود که خواست رئیس بشه ولی نشد. و دکتر ملفی واقعی همون روانپزشک واقعی سم دکاوالکانته بود که هیچ وقت نفهمید بیمارش رئیس مافیاست. این داستان واقعی بود. خون واقعی، ترس واقعی، خیانت واقعی و هنوزم تو نیوجرسی یه گوشه یه پیرمرد سیسیلی نشسته داره به نوش میگه ما یه روزی پادشاه این شهر بودیم. و اون پیرمرد شاید فرانچسکو گواراچی باشه، آخرین بازمانده واقعی سوپرانوها.